در زمان خواجه حافظ شیرازی یک وزیر میزیست بسیار متقی بود، حتی که همون تقوای ظاهری داشته است. خواجه حافظ از کار و رفتارش با خبر بود است. وقتی که در نماز می ایستاد یک گربه داشت، یک پشک می اومد در پهلوی همون زاهد می شیشته، همراهش سجده میکرد. این وقت سرش میموند، او گربه را می اومد سرش میموند در پهلوش. او وقت سیرک نبود که مردم بفهمن که چی جای گربه پلنگ شیرو را رام میکنن، بعضی پریامو یاد میتن یک گربه را تعلیم دادن چی مشکلی داره، نمیدونستن. و مردم میگفتن این شیخ رو بینه حضرت صاحب کرامات ای، حتی گربهش میاد نماز میخونه و در پیش پروردگار سر به سجده میگذاره. حضرت خواجه حافظ نصیحت کرد مردم، گفت ای کبک خشخیرام کجا میروی؟ بیست غره مشو که گربه عابد نماز کرد. ای بیچاره کوگه گفت فهم نخری، با خیال نکنی که پشک عابد نماز خونده است هیچی نمیگه، قورت میکنه. از این خاطر تقوا در قلب است. تقوا را وقتی که دیدی که انسان چی نوع عمل داره، چی نوع مناسبت داره با مسلمانان، چه خدمت از او به اسلام میرسه، در او صورت معلوم میگرده. با یک ظاهر، با یک سخنای ظاهری با کس هیچ وقت حکم کردن نمیشه که صاحب تقوا است. و ببین حضرت چی گفت؟ التقوا ها هنا، تقوا گفت در اینجا است. و یشیر الی صدره 3 مرات، 3 مرتبه به سوی سینه خودش اشاره کرد که تقوا در اینجا میشود، تقوا در ظاهر نمیشود. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم او یظلم اخاه المسلم. برای مرد همین قدر شر کفایه میکنه که یک برادر مسلمان خود تحقیر کنه یا به یک برادر مسلمان ظلمش برسه. همین مقدار کافی است که انسان شر حساب بخوره، از اشرار دونسته شود، از شخصای بد حسابیده شود. امروز 1000 بدی میکنیم، با طمع داریم که مردم در حق سخن نیک بودن. ما میگیم مردم به قدر نیکی ما نمیرسن. مردم کور نیستن و میبینن افتاب به دامن پشونده میشود. در یک دهه یک برادر نمازجوی قوم گرفته است، زمین کرده است، رشقه کوریده جنازه جو را، جایی که جنازه میخوندن مردم اصلا او دهه که استونی های زمینشو کم های بیچاره را، این طرف که او طرف که در بینش دریا میرود، دیگه هیچی ندارن. همه یک گوشه ها که گوشه سیل پناه، جایی که سیل نمیشوش عادتا، همونجا را اختیار کرده مردم در همونجا نماز میخوندن. این مردک گرفته از گیر چهاته گرفته محکم کرده رشقش کوریده، حالی جنازه جو ندارن. یک جنازه شد راستی در یک دشتک در پهلوی دریا خونده است جانش، همین سیل یکم که بیام میشوه میبرش. همه حقی خیانت کردن در حق برادر مسلمان است. دیگه عمل با او چی فایده میکنه؟ بر نمازهای جنازه قوم شرکت کردن چی فایدهش میکنه؟ هیچ والله. مردای واقعی برای قوم و برای مسلمانان کوشش میکنن که یک فایده و منفعت چو برسه، نه اینکه از مردم بکنن. بسیار جای شرمندگی قسم به خدا. رفتار و کرداری که برای ما وصیت شده است و توصیه شده است، رفتار و کرداری که عمل گذشته های ما بود، اصحاب گرامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، شاگردای اصحاب بود، امروز دشمنای اسلام از خود کردیان ما در جهل در جهالت قرار داریم. خانه را که ساختیم کوشش میکنیم که فوندامنتمون ایسینی کوچه بگیریم، ای درونه ایسینی کوچه. اندیشه نمیکنیم که کوچه عمومی برای همه منفعت داره. همین خیلی نیست؟ در اکثر موضع ها و اکثر جاها همین حالتو و میخرن. در امریکا در شتات ویرجینیا یک جا طعامخانه حلال بود، ما همونجا میرفتیم تا زمانی که در واشنگتن بودیم. طعام خوب میپختن برادرای پاکستانی. بعد در ماشیناشو چیز 3-4 خیلی نوشتگی است. از ترجمان سوال کردیم که چی معنی داره ای؟ گفت همین شخصات همه در واشنگتن کار میکنن. اشتاد در پهلوی واشنگتن که است، بسیاری مردمش در پایتخت کار میکردن. عادتا در پایتخت جاهای کار زیادتر میشود. اون نوشته است میگه که من پگه کار میرم 3 جای خالی دارم.
یا 4 جای خالی دارم. هر کسی اگر برم میبرمش با باز پس بگم میگردونم میارم به خونش میرسونم. گفتم یا تاکسی هم؟ گفتن نه یا تاکسی نیستم، یا پول نمیگیرم برای بردن و آوردن. پس مقصد از بردن مردم چی است؟ میگم مقصد اون است که همه مردم امریکا همه که ماشینای خودش قطعی برای واشنگتن باد هوا کثیف می شود، باد هوا گردآلود می شود، غشت می شود. ماشین اگر کمتر برای باد هوا تازه تر میمونه. مردم برای باد هوای مملکتشو فکر میکنن. این طلا میگه که مثلا یک آدم دیگر را در سر کجا ببرم، با او را بگه آورده در خونش رسوندن، در کار سوار میکرده است میبرده است. ببینه همون عملی که صحابه ما داشتن، به همدیگر خیرخواه بدن، نکوکار بدن، دستگیری همدیگر بدن. امروز ما میبینیم در شخصای غیر مسلمان و دشمنای اسلام همین کار عملی شده است. افسوس صد افسوس که ما روز تا روز در جهل و جهالت بیشتر از زیادتر میرویم، جور و ظلم میکنیم، خیانت میکنیم در حق برادری مسلمان و پروا هم نداریم. کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. مسلمان برای مسلمان حرام است، خواه خون مسلمان باشه، خواه مال مسلمان باشه، خواه شرف و آبروی مسلمان باشه، او برای مسلمان دیگر حرام است. هیچ که حق نداره که او را پایمال کنه. این حکم پیغمبر است. حدیث گفتیم امام مسلم در صحیح خود روایت کرده است. پس او اشخاصی که ظلم به برادر مسلمان روا میبینن، خیانت میکنن، حق همدیگر را میخورن، به همدیگر دشمنی و کینه و عداوت میورزن، چی میشود کاری اونا؟ عادتا همین ظالما در دنیا علاقه به جزای خود میرسن. زیرا که اگر عدل الهی در این دنیا نمیشد، قیامت کیها قائم میشد. پیغمبر خدا گفت لا تقوم الساعه الا علی شرور الناس. قیامت بر بدترین مردم قائم می شود. وقتی که دیگه آدم اینه که صالح نمون، قیامت قائم می شود. خدای تعالی مردم که مهلت داده است، از همین خاطر در دنیا همو عدل خودش پایدار میکنه. اگر چند ظلم زیاد میکنن، اگر چند بعضی ظالما پیدا میشوند، اما خدای بزرگ همو را مجازات میکنه تا برای دیگران نمونه عبرت باشه، تا اینکه دیگران عملی نادرستی او قوم انجام ندن. قرآن ببینه، در قرآن قصه قومای پیشینه آمده است، جور و ظلم هاشون خدای تعالی بیان میکند و با کدام بلاها گرفتار شدهشون هم نیست برای تعلیم ما ذکر کرده است. قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، قوم هود و غیره و هاکذاها که اکثر آیات قرآنی را قصه اونها تشکیل میکنه، برای پند عبرت است. خداوند همه اونها را مجازات کرده است تا اینکه ظلم عالم فرا نگیرد. از همین خاطر او شخصایی که ظالم هستند عادتا در همین دنیا مجازات میشوند، زیرا که دعای مظلوم پیش خدا مستجاب است. خداوند دعای مظلوم قبول میکنه. در جامع السنن ترمذی آمده است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن. 3 دعا پیش خدا مستجاب است. خداوند البته این 3 دعا را قبول میکنه. در قبول شدن این دعاها یگان شک و شبهه نیست. بگه پیغمبر هیچ شبهه نیست. دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولده. اول دعوت مظلوم، شخصی که به او ظلم میرسه، ستم میرسه، اگر پیش خدا التجا کنه و دعا کنه، خداوند دعاش اجابت میکنه، اگر چند کافر باشه. اگه تصور کنه که یه بنده مؤمن وقتی ظلم میکنی و از دستی تو جور داد به خدا میکنه، احوالی تو چی میشه؟ ای که تو از ظلم چاه میکنی، از برای خیش دام میتنی، مرز ضعیفان را تو به خصم ندان. از نبی یا از نبا درسترش، از نبا زاجا نصر الله خان. یکی از ظلم میگه چاه میکنی، او چاه برای خودت میکنی، خودت در دام افتی. تو این بیچاره ضعیفا و مظلوما را گمان نکن که یا پشت ندارن و چه ریز ندارن، بالاشو جور ظلم نکن. تو قرآن خدا را ببین که خداوند چی میگه؟ اذا جاء نصر الله
وقتی که کمک خدا و مدد خدا بیاید، مظلوم ترین مردم از ظالم ترین پادشاه ها قصاصش می‌ستاند. یک مورچه قصاصش ای شیر میگیره اگر کمک خدا بیاید. در تو پیلی خصمی تو از تو رمید، نک جزا طیرن ابابیلت رسید. تا اگر فیل باشی و بقا باشی، وقتی که حکم خدا شود که مجازاتت کنه، انمو پرنده های خورده که فیل های ابرهه را کشتن، انمو خیل به همه توسطی مورچه و پرنده و زاغ قصاص میگیره. قصاص مظلوم است میستونه. گر ضعیف در زمین خواهد امان، غلغل افتد در سپاه آسمان. یک ضعیف اگر در زمین پیش خدا امان بجوید، پروردگار امید به تو دارم، پروردگار امید به عدل تو دارم، غلغل در سپاه آسمان میغلطد. تمام ملائکه ها پیش خدا التجا میکنن، خداوند اجازت که ما ظالم به سزای عملش برسونیم. غلغل در سپاه آسمان میرسه، همه دعای او را اجابت میکنن، آمین میگن. از این خاطر مسلمان کسی را میگن که مسلمان ها از دست زبانش آزار نبینن. یک امام غزالی قصه میکند که یک مرد فاضل و عاقل را یک پادشاه دعوت میکنه. اصلا در دربار بیشتر فتنه‌گرا هستند. در همه عصر زمان نزدیکای پادشاه ها بسیار فتنه‌گر میشوند، مکر دسیسه و حیله زیاد میکنند. هر کس در دربار داشت دادن نمیتونه. اما هستن شاههای عادلی که یک یا یک چند نفر آدمای فاضل حقگو را در پهلوی خود میدارن تا اینکه چشماشون را باز کنند. چنین یک شخص در دربار یک پادشاه بود است، شخصی فاضل عاقل، پادشاه را نصیحت میکرد، درباره عدل سخن میگفت، از ظلم بازش میداشت. واقعا با پند نصیحت های همه جوان مرد پادشاه بسیار با عدل بود، پادشاه خوب بود، سخی بود. اگر شخصی مظلومی را میدید، بیچاره را میدید، البته که به دادش میرسید. کمبغل را میدید یا یک شخصی خدمت کرده را میدید، در اسلام در حال مینوشت یا مکتوب در دستش میداد، میگفت پیش سرحاجب رو، سرحاجب رئیس دستگاه بگیم، پیش سرحاجب رو همین مکتوب در دستش بده. مکتوب در دست که میرفت پیش سرحاجب میکشودن که نوشتگی است که به همین مرد 1000 دینار هدیه کنه، یا سر لباسش بده یا اسبش بده. یعنی به همه هدیه هاشو با کارهای خیر نیکش این پادشاه بسیار معروف مشهور بود و همه عالم به نهایت احترام میکرد. وقتی عالم درآمد از جاش میخیست پیش همین عالم. قضای الهی یک شخص فتنه‌گر شیطان هم در او دربار بود. اگه این دنیا کارش همی است، این جهان جنگ است چون کل بینگری، ذره ذره هم چدیم با کافری. تا روز قیامت در پهلوی محمد ها ابو جهل ها قیام میکنند، در پهلوی موسی ها البته فرعون ها هستند. تا روز قیامت این مبارزه دوام میکنند. پیش پادشاه میاد شیطانی میکنه، میگه همین مرد در حق تو سخنای ناجا میگه. در پیش مردم گویا میگه که از دهان پادشاه بوی میبروید یا بوی کره که من حتی صبر تحملی همون بو را استشمام کردن ندارم. هر کس هم در پیشش اگر این سخنو را بگن دماغش میسوزه. میگم به این انسان قدر نیکی کردم، من پادشاه یا مملکت هستم، هر روز اگر مردم یک بار دنداناشون تازه کنن من 10 بار تازه میکنم، چرا این مرد در حقیقت تهمت میزنه؟ پادشاه هم غضبش میکنه. اما یک بار قرار قبول نمیکنه و میگه که اول یا ببینمش یا امتحانش کنم آیا این شخص راست میگفته باشه. روز دیگر همون عالم فاضل نزد شاه می اومد که در راه بدگهر راهش نگاه داشته است. شیطان طرفش گفت که خواجه گفت من در خونه یک طعام تیار کردم، چی میشود که در کلبه فقیرانه ما یک گذر کنی از همون طعام استعمال کنی، ولی تا ساعت قبول پادشاه وقت است. از بس که پیغمبر گفته است ای تو دعوت اذا دعیتم، اجابت کنه دعوت وقتی که دعوت کرده میشوید. این مرد عالم هم دعوت کرد، برادر مسلمان اومد در خونش طعام آورد در پیشش ماند. طعام از سیر و پیاز مال و مال بود و همین سیر خامه چسناک خامه در دروش بسیار ایزه کرده است.
بیچاره اندیشه کرد که حاضی اگر نخرم شاید اذیت بکشه، خجالت بکشه. از همین خاطر ایزای مومن حرام گفته و از همون طعام تیز و تندی با سیر آمیختش خورد بیچاره. بعدا حد نزد پادشاه اومدن. اگه پادشاهی را میخواه امتحان کنه پیش خود خان در پهلوها شنان با بعضا خطیش گوشتی میکنه که گوشت نزدیکتر بدار دهنش نزدیک میاره. این بیچاره سیر خورده است. از خوف آن که همه بوی سیر در مشام پادشاه نه افته و پادشاه را مقصد کریه نباشد بیچاره دهنش بلوی آستینش میپشونه که بوی دهنم نبروید. پادشاه بخد اندیشه کرد گفت هم مرد راست میگه این خونه سوخته همین میگفته است که دهن من بو میکنم. غضبش کرد گرفت یک مکتوب نوشت به سرحاجب در داخل خط داد کرده بعد به همون مردی عالم داد گفت برای پیش سرحاجب مکتوب بده. این بیچاره خبر نداره از کجا بدونه در اونجا چی نوشته است. عادتا این پادشاه هدیه می نوشت آخه مکتوب در دستش از نزد پادشاه خارج شد که همون شیطان در دهن در ایستادگی است. مکتوب در دست ای دید گفت چی شد؟ گفت پادشاه بسیار خوش قبولم کرد این مکتوب داد که در دست سرحاجب بده. این شیطان با خبر یک میدونه که عادتا پادشاه هدیه می نویسه و شخصا نزد سرحاجب میفرسته. میگه برادر به خاطر دوستی که بین ما و تو امروز برقرار شد ایروی کرم و مردی هم مکتوب نمیتی هدیه پادشاه را من بگیرم. اخی این هم نانش خورد است اخی برآورد دادش گفت ما برادر گرفت مکتوب شادان نزد سرحاجب اومد. حاجب وقتی که بازش میکنه در مکتوب نوشته است که با مجرد رسیدن مکتوب سری مکتوبیو را از بدنش جدا کن، پوستش از بدنش خارج کنه در پوستش که جا کن، امر که در بازار شهر برن آویزانش کنن تو برای دیگران نمونه عبرت باشه. این حاجب وقتی که خط خان در جلاد دعوت کرد گفت دست پاش ابو بنده سرش از بدنش جدا کنه. بعد گریه و فغانه برداشت که رفیق حضرت حاجب گفت این خط من نیست، ایرا پادشاه به فلانی را نوشته است، من طلبید و میرا گرفتم. یا بار برای پادشاه پرس گفت ما اجازت نداریم که با امر پادشاه را دیم باره و سیم باره بریم تفتیش کنیم. امر کرد سرش از بدنش جدا کردن در پوستش که جا کردن. روز دیگر بیچاره عالم اومد دید که همون رفیقش که دیروز دعوتش کرده بود به خونه پوستش کندگی سرش آویزان در تعجب شد. گفت چی واقع شده است؟ گفتن همه خیلی مکتوب اومد است. پیش پادشاه اومد قصه را بیان کرد. پادشاه گفت همون شخص نزد من اومد گفت که گویا که تو میگفتی در بین مردم که از دهن پادشاه بو میبروید، از همین خاطر ما را غضبم کردم و خطا نوشتم. این مرد گفت چاهکن زیر چاه کما تدین و تدان، هر خیلی که عمل کنی پاداش عملت همون می شود. قسم به خدا گفت دیروز به خاطر آن دهن ما بستم که همین مرد شیطان در خانهش یک طعام آگنده از سیر و پیاز برای من آماده کرده بود. من ترسیدم که دماغی ترا آزار میتم، از این خاطر دهن ما بسته بودم. پس ببینی او شخصی که ظلم روا میداره نسبت برادرش در یک ظلم میافته خودش در یک بلای گرفتار میشود که دیگه کسی به دادش نمیرسه. باید مسلمان در حق برادری مسلمانش جور و ظلم روا نداره. خوب این بلای دنیوی است که به سر ظالمی آید. در آخرت وقتی که از دنیا گذشت او را چه انتظار است؟ وای به حالش که احوالش بسیار بد است. هفته گذشته حدیث مفلس برای تو گفتیم که پیغمبر گفت مفلس کسی را میگن که نماز میخونه، روزه میگیره، حج زکات انجام میده، اما از بس که نسبت یک برادر مسلمان ظلم روا دیده است، حقی کسی را خورده است، کسی را دشنام و حقارت داده است، کسی را غیبت کرده است، از این خاطر خصم ها از گریبانش میگیرن، هر کدام حق طلب میکنه. عاقبت الامر دیگه یگان حسنات در نامه اعمالش نمیمونه. وقتی حسناتش تمام شده دعواگرا تمام نشدن، گناههای اونا را طرح میکنن و در بالای سری این میزنن، بعد در آتش جهنم میاندازنش. در حدیث صحیحی که امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره آمده است که پیغمبر خدا گفت من کانت عنده مظلمة لاخیه فلیتحلله منها فانه لیس ثم دینار ولا درهم من قبل ان یؤخذ لاخیه من حسناته.
هر کسی که در دنیا نسبت برادر مسلمان جور و ظلم را روا دیده است یا حق برادر خورده است، در همین دنیا به حیلی طلب کنه. بسیار شخصایی هستند که به قول امروزه برادراشون کیدت کردگی، از خدا بترسه برادرها. من کد کد، هر کسی کیدت کنه کیدتش میکنن. فردا روز قیامت بعد احوالش بد میشه که این نمازهای خوندگی تا همش میزنه، انا شخصی را که تو فهم کرده میگیره و دستی تو در پتی بینید میمونه، مفلس میشه. اونجا دیگه درهم و دینار نیست، سامانی و دلار نداری که قرض خطا ادا کنی. از نمازت میگیره او شخص، از روزه و حج زکاتت میگیره، از توشه آخرتت میگیره. اگر به شرط ادا نشید بعد گناه او را در سر بار میکنن. وای به حالت. حتی شخصی که واقعا بنده واقعی خدا است، عبادت خدا را به نقصان انجام میده، اگر به شرطی که ظلم و جور نسبت برادرای مسلمان روا دیده باشه، همون هم مفلس است، احوالش بد است. امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین خود با شرط بخاری و مسلم روایت میکند از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه: بین رسول الله صلی الله علیه و سلم جالس اذ ضحک حتی بدت ثنایا. روز میگه هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حلقه دوستاش نشسته بود، در حلقه اصحاب بزرگوارش نشسته بود، ناخواست تبسم کرد. تبسمی کشاده کرد که دندانهای زیباش نمودار شدند، دندانهای پیش شدیده میگه. حضرت خنده قهقه نداشت اما تبسم زیاد میکرد. حضرت عمر در پهلوش نشسته بود، از جاش خیست، گفت یا رسول الله بی ابی انت و امی ما الذی اضحکک. گفت ای پیغمبر خدا، پدر و مادرم فدات شود، سبب خنده تو چی بود؟ چرا تبسم کردی؟ حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کرد: رجلان من امتی جثیا بین یدی رب العزت تبارک و تعالی. گفت خداوند حجاب از پیش چشمم گرفت، روز قیامت برام نمودار کرد. دیدم که 2 نفر از امت من، 2 نفر مسلمان در پیش پروردگار بزانو هر زد، یعنی مخاصمه می شود. مثل که در نزد قاضی رفتی در محکمه بزانو میستی، انا خیلی بزانو در نزد پروردگار بزرگ استادیان 2 نفر از امت من. فقال احدهما یا ربی خذ لی مظلمتی من هذا. یک نفرش گفت پروردگارا حق مرا از این کس بگی، من در بالای حق دارم، این برادر باره در حق من ظلم کرده بود، یا شاید دشنام داده بود، یا شاید غیبت کرده بود، یا شاید بهتان زده بود، یا شاید حق مخورده بود میگه، یا شاید مشت لگت کوبم کرده بود. همینو هم حقی برادرای میگه حق من طلب دارم، حق من بده. خداوند میگرده به این شخص، به قرضدار، میگه رد علی اخی که مظلمته. ای مرد میگه حقی مرده که بده، تو که حسناتت یک به برادر تسلیم کردن بگی امروز روزی هست که حق به حقدار میرسه. قاضی خدای باشد، روح الامین منادی، نه رشوه و تعصب، نه میل، نه محابا. در اون روز قاضی پروردگاره، ندا کننده حضرت جبرئیل امین است. در اونجا دیگه نه چریز بازی میشه و نه قوم بازی میشه و نه رشوه دادن، هیچی به دردت نمیخوره. گفت بر بگردم بده حقی برادرت. این شخص گریان آدم خوب است، همه یک کمبودی از او واقع شده است. گفت یا ربی لم یبق لی من حسنات شیء. پروردگار را گفت دیگه حسنات ندارم، همه شمی دعوگرا زدن گرفتم، دیگه نه نماز مونده است، نه روزه مونده است، نه حج، نه زکات، ماندم مفلس، هیچی ندارم، میره چی بتو. خداوند به طالب مراجعت میکنه، به قرضخواه، میگه کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناتک شیئا.
ای برادرت میگه چه خیلی عمل میکنی، اوی بیچاره چی نداره، تا از چی طمع داری؟ برادری مسلمان فی ببخشش کن. ببینه تا صاحب حق نبخشه خدا گناه تا نمیبخشه. از چی طلب داری؟ میگه هیچی نداره بیچاره، بگذر از بحرش بگذر. شخصی طلبکار گفت یا ربی فلیحمل عنی من اوزاری، پروردگار گفت حسنات نداره، من گناه دارم، گناه ها بگیره در بولش بنویسه، گناه های مرا مینوس کنه در سرش بزنه. وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این سخن گفت گریان شد. ففاضت عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اشکای حضرت ای چشماش جاری شد. گفت این ذلک لیوم عظیم. ای مسلمان‌ها، این روز بسیار روزی بزرگ است، روزی دهشتناک است. از اون روز خوف داشته باشه، آمادگیتون از حالی برای این روزی بزرگ بگیره. یوم یحتاج الناس فیه الی ان یحمل عنهم من اوزارهم. این روز روزی هست که تمام مردم محتاج هستند که یک کس یک سرک گناهشون بگیره بدوش، یا یک کس یک ثوابک عملشون برای اونا هدیه کنه. امروز روزی هست که پدر و مادری پیرت پیشت بیاید به گردن کج که پسر جان کلانت کردیم، در ذمت حق داریم، یک گناه که ما را به کلا بگی، یا ثواب یک نماز برای ما هدیه که. اما فرزند میگریزه از پیش پدر و مادر، از پیش پدر و مادر که میگریزی، از پیش حقدار گریخته نمیتونی. حق طلب میکنن. از بس که مردی صالح بدست، مردی خداجو بدست، مردی بدست که عبادت خدا را به نقصان انجام میداد است، زکات مالاش می پرداخت است، خدا را خوش می آید از اعمالش. اما یک کمبودی از او واقع شده است که در حق یک برادرش ظلم کرده است و شاید بنادانی از او برادر به حیلی نطلبیده است. از این خاطر پروردگار به طلبکار مراجعت میکنه، میگه ارفع بصرک فانظر فی الجنان. ای بنده من، میگه تو از سر بردار، جنتی برای تماشا کن، جنت ها را، این باغ ها را تماشا کن. تو برای همین یک حقی اندک دعوا داری، بردار سر تو از جنت تماشا کن. فرفع رأسه فقال یا ربی ارى مدائن من فضه و قصورا من ذهب مکللة باللؤلؤ فمن یملک ذلک. سرم بردارم میبینه او جنت به او زیبایی، به او جلوه، به او شکوه، به او تراوت. میگه پروردگار هوشم کند. واقعی این شهرها را میبینم مثل نقره خام یلقاس میزنن، خانه ها را میبینم مثل تیلا جیلا دارن. اینو مالکی باشن؟ پروردگار را این خانه و در این آبادی ها را، این حسن و زینت، این تراوت از برای کدام پیغمبرت آماده کرده ای؟ فمن یملک ذلک. حضرت خداوندی میگه انت تملکه، برای تو میگه، اینا میره تو مالک میشه. حیران میشه، دهنش میکنه دیگه. میگه بیمازا یا ربی، ای پروردگاری بزرگ، من چیکار کردم که در عوض قدر نعمتی بزرگ به من میتی؟ من حالی در ترس حراس هستم که آیا ترازوی اعمال دا اعمال حسنم از اعمال سیئم زیاد میشیده باشه یا نه؟ این قدر نعمت به خاطر کدام عمل تو میخواهی برای من هدیه کنی؟ حضرت خداوندی میگه بعفوک عن اخیک، به خاطر آمرزیدن تو گناه اینمی برادر تا گناه یمی را ببخشیدم یا همش ایتر. وقتی که اون نعمت هم میبینه دیگه در فکر یا نماز و دو نماز میگل تو آخی، میگه قد عفوت عنه یا ربی، پروردگار همه گناهاش بخشیدم. هر کمبودی داشته باشه، اگر چیزی در ذمه ما اگر ظلم کرده باشه بخشیده باشه. بعد خداوند بزرگ به این بنده مراجعت میکنه، میگه خذ بید اخیک و ادخله الجنه. اک دستی برادر تا بگی و داخل جنتش کن، زیرا پروپوس کی این برادر به جنت تو هستی، همین دستش بگی و داخل جنتش کن. همش است. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این قصه را بیان کرد، قصه قیامت، یکی از واقعه های روز قیامت،
با اصحاب و در سیمای اصحاب به تمام امت مراجعت کرد. گفت اتقوا الله، ای مسلمانان از خدا بترسه، از خدا بترسه. و اصلحوا ذات بینکم، و با همدیگر صلح و صلاح کنه، به همدیگر ظلم روا نبینه، با همدیگر دوستی و رفاقت داشته باشه. آخه مسلمان نسبت مسلمان دیگر، یعنی که جماعه مسلمانان مثل خشت‌ها یک بینا هستند، یکیش دیگرش پر میکنه، یکیش دیگرش قوت میده. اگر یک خشت در همون بین نباشه همونجا سوراخ میشود. افسوس که ما همین را نمیفهمیم، افسوس که به قدر این نعمت خدا نمیرسیم. از همین خاطر بود که خدا ما را برادر خواند، از همین خاطر بود که پیغمبر ما را برادر خواند. اما امروز پراکندگی که در عالم اسلام است، پراکندگی که در میان مسلمانان است، به هیچی درست نمیآید. قسم به خدا. در امریکا ما طعنه میزده میگفتیم شما بسته یهوده، سیاست امریکا به سیاست یهود وابسته است، هر چیزی را برای شما دیکتات کنن همون را میکنه. همین شخصا من دائما تری مثالاشو میآوردم. شما میخواهی امروز که عالم اسلام نسبت شما میل داشته باشن، احترام تو کنن، پس لااقل همون زمینای بیچاره فلسطین بگردونه بتین شو. رزولوسیون‌هایی را که آقا قبول کرده است سازمان ملل متحد، همون را شما به انجام برسونه. یگانه دولتی که امروز لجام دولتی غاصب کشیده میتونه امریکا است، چرا این کارو نمیکنه؟ یک نفرش گفت، شما گفت حالی خوب درک نکرده، یهودی‌ها نفوذ کلان دارن، گفت هم در امریکا و هم در دنیا، و نفوذشو از حساب اتحاد شونه. اتحاد اینا گفت. یک مثال تو میارم که تو خلاصه کنی. در همین شهر نیویورک قریب 1 میلیون یهودی گفت زندگی میکنه. از همه دیاسپورای کلانترین یهود در نیویورک است. اکثر اینا میلیونرن. یک راهبر دارن، سردار دیاسپورای یهود. اگر شخصی در امریکا نامزدی خود به پرزیدنتی پیشنهاد کنه یا به کانگرس یا سنات یا مثلا میری شهر نیویورک شدنی باشه یا مثلا گوبرناتوری شتات نیویورک شدنی باشه، همین شخص نزد او نامزد میروه، میگه من میتونم برای تو 1 میلیون آواز و مثلا 100 میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار تهیه کنم، تو در عوض برای من چی میتی؟ ببینید در پروگرام همون نامزد میگه طلبات خودشون داخل میکنن. و همون یک شخص به تمام یهودیای نیویورک مراجعت میکنه، میگه به فلانی آواز بتین، همه به همون آواز میتن. شما میخواد بین خود یک دلی داره؟ گفتیم نه نداره. انا گفت کمبودی تو در همی است. ببینید یگان تشده میگه که من میلیونرم، او کشید است که گپی او را بگیره و فلان کنم. اگر او 1 میلیون 100 دلاری پرتوین 100 میلیون دلار میشه، هیچ مشکل نیست. همین اتحاد در بین ما مسلمانان نمیرسه. همین تأکیدای پی در پی ما هم به همین خاطر است که باید مسلمان نسبت برادری مسلمانش دوست باشه، اتفاق باشن، محبت داشته باشیم. افسوس که نداریم. مهر و محبت دوست بسته همدیگر را دیده نمیتونیم. یک شخص انده که یک خدمت کنه در جامعه، یک کوشش به خرج بده، یک دیر نصیحت کنه، با 10 نفر دیگه از راه حسد و کینه‌ورزی با دشمنی او میشوند و بر ضدش مبارزه را سر میکنن. همین خاطره که هرگز یک ماده نشیده است، هیچ آبرو و عزت نیافتیم. زیرا ما فراموش کردیم وصیت های پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم. ببینید اصلحوا ذات بینکم فإن الله تعالی یصلح یوم القیامه بین المسلمین. زیرا که خدای تعالی فردا روز قیامت بین مسلمانان میگه صلح میاندازه. شما چرا صلح نمیاندازه؟ ما یک جماعت نتونستیم که بین 2 برادر صلح بدوزیم. 2 برادری که به هم دیگر قهریان سالیانی دراز کوشش هم کردیم بین 2 برادری که فرزندان یک پدر هستند صلح دوخته نتونستیم. این احوال ما. پس بنیاد این صلح و صلاح، بنیاد این محبت از کارهای اندک
شروع می شود که افسوس و صد افسوس که بین ما نادیده گرفته می شود. مثلا وقتی که یک مسلمان بیمار شد، مسلمان‌ها به عیادتش بروند، یا یک برادری مسلمان به یک مشکلی گرفتار شد، مسلمان‌ها کمکش کنند، یا به سرش یک مصیبت آمد برای تسلاش بروند، یا اگر یک شادی و خرسندی داشته باشه در شادی و خرسندی شرکت کنند، حقیقتا شرکت کنند، حقیقتا مثلا قناتش باشن، مهر و محبت آیسته آیسته پیدا شدن میگیره. مهر و محبت از همین چیزا سرچشمه میگیره. تا زمانی همین کار نیسته، البته فتنه در بین مسلمانان زیاد میشه. تا زمانی که ما همین تخمه محبت در بین مردم نمیچاشونیم، ثمره نمیگیریم. ای برادرای عزیز، باور کنید. در حدیث اومده است، در حدیث صحیح امام مسلم روایت کرده است از حضرت ابو هریره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باره یک حدیث قدسی میگه برای ما روایت کرد، یعنی از نام خدا حدیث روایت کرد. گفت یقول الله سبحانه و تعالی، خدای سبحان منزه و پاک و خدای بزرگ چنین میگوید یوم القیامه، روز قیامت، یا ابن آدم مریضت فلم تعدنی، میگه به یک بنده مراجعت میکنه، میگه ای فرزند آدم من بیمار شدم تو به خبرگیری من ناومدی. خداوند میگه، این بنده در دهشت میغلطه، میگه یا ربی کیف اعودک و انت رب العالمین، ای خدای بزرگ میگه من چخیل به عیادتی تو برم که تو پروردگار عالمیایی، بیماری را به ذاتی تو چی نسبت؟ اومد در دهشت غلطیدم از این سخن، چخیل من عیادتی تو میرفتم، چخیل تو بیمار میشیدی؟ خداوند میگه اما علمت ان عبد فلانا مريض فلم تعده، یاد نداری میگه فلان بنده من که تو میشناختیش مسلمان بیمار شد، تو به عیادتش نرفتی، یک بار خبرگیریش نرفتی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، تو مگر نمیدونی که اگر تو به عیادت برادری بیمارت میرفتی از برای خدا نعمتی مرا، مغفرتی مرا در نزدش در میافتی؟ تو گویا مرا عیادت میکردی، اگر همون برادری مسلمانی خدا عیادت میکردی و بیمار بینی میکردی. ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، ای فرزند انسان میگه من از تو طعام طلب کردم اما تو همون طعام تا برای من دریغ داشتی، ندادیم. با این بیچاره در دهشت میگه یا ربی کیف اطعمک و انت رب العالمین، خدایا میگه آخه همون رزق روزی و همون طعام من از تو میگیرم، تمام مخلوقات رازق و رزق رسانش تو هستی، چه خیل من به تو طعام بتم؟ خداوند میگه اما علمت استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه، یاد نداری که فلان بنده باری از تو طعام پرسید، گشنه بود، اما تو هم یک کاسه طعام برای او دریغ داشتی، یک دینار از برای او دریغ داشتی. اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندی، مگر تو نمیدونی که اگر به شرط تو همون بنده مسلمان سیر میکردی، یک شخصی را که بیچاره محتاج از دستگیریش میکردی، امروز اون نعمت در پیش من میافتی؟ امروز من تو را مهمانداری میکردم در همه روزی مشکل، در همه روزی مشقتناک، در روزی که مردم به جان خود بیچاره بودن، تو نعمتی مرا میخوردی، مهمان من میشدی. ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی، ای فرزندی آدم میگه خداوند تشنه ماندم برای من آب ندادی. باز سوال میکنه که پروردگارا آخه من چه برای تو آب بتم که همه آبها از تو هستند؟ خداوند در جواب میگه استسقاک عبد فلان فلم تسقی، فلان بنده من از تو طلب آب کرد تو آبش ندادی. اما علمت انک لو سقیته لوجدت ذلك عندی، آیا تو نمیدانستی؟ تریش که نگفت که اگر به شرط به همون شخصی که احتیاج به آب داره آب میدادی، امروز در پیش من در این گرمی آب میافتی، نمیگذاشتم که تو از تشنگی زمانت از حلقت خارج شود، با آب جنتی ضیافتت میکردم که لذتش هرگز از کامت نمیرفت،
هرگز دیگه تشنگی را احساس نمی‌کردی. ببینید چی دعوت‌های از جانب خدا و پیغمبرش برای اون که بین ما محبت باشد، تا اینکه همین کینه کدورت از بین بخیزه. اصلا همین شیطنت فتنه‌گری در کجاهاست؟ در جاهایی که مردم پراکنده زندگی میکنن، به همدیگر محبت ندارن، به همدیگر رو و آ ندارن. اگر داشته باشن والله همین فتنه ها از بین میرود. روز چهارشنبه یک جنازه بود در ناحیه ورزاب، در یکی از دیه ها رفتیم. بعدی جنازه را کردن، جنازه را ساعت 11 برداشتن. یک برادر مو پدرش از دنیا گذشت، خدا رحمتش کنه. جنازه را ساعت 11 برداشتن، میخواستیم بیاییم، گفتن داملا در همین دیه ترکه نمیکنن مثل اکثر کل دیه های تاجیکستان. اون دوره را میکنن، به همون جانشون خلاص میکنن. ترکه ای را که فریضه الهی است نمیکنن. اگر همین کار شما انجام میداده بسیار خوب میشد، به مورید میشد. خوب گفتیم. یا جا رفتیم تا طعام خوردیم در یک خانه همسایه. بعدا ترکه میکردیم، وقتی نماز شد یک پسر بچه ها فرستادیم به مسجد که مردم گپ زنه آرام بشینن. مقصد که داملا ترکه کرده است، حازمیه در نماز شرکت میکنه. باور میکنه 35-40 دقیقه تأخیر کردیم تو خلاص کردیم که 35-40 دقیقه گذشت. رفته مردم همه آرام سنت خوندیان شیشتیان. یک نفر در بینشون خسته است دعوا را برداره که برای یک آدم مردم منع نکنه خیز نماز بخونه، این فریضه وقتی است، مثل که در اکثر مسجدهای ما متاسفانه امروزی کار است. وقتی نماز خواندیم گفتیم شکرانه نعمت خدا را که پروردگار نعمتی بزرگ برای تو داده است و همین نعمت هم همون محبتتون است به هم دیگر، که در بین تو فتنه‌گر نیست، در بین تو یا شیطان نیست که فتنه به انگیزه. اگر بشرطی که مسجدای ما همی زیلی میشیدن، عملها ما همی زیلی میشید، مسلمانان نسبت دیگر همدیگر همی زیل همی شکل عمل میکردن، انشاءالله همون سیادت و قیادتی که در زمان اصحاب پیغمبر بزرگای تابعین و تبع تابعین مردم مسلمان داشتن، امروز برای ما و شما میسر میگشت. اما افسوس که نداریم. پس مسلمان واقعی شخصی را میگن که کسی از دست زبانش آزار نیابه، به کسی جور و ظلمش نرسه. یک برادر یا تو باشه هفته گذشته من مکتوب شد، گفتم که مکتوبی را خوندن نمیتونه، برای مکتوب بسیار طولانی نوشته از 2-3 صحیفه. همون برادر هفته گذشته التماس کردیم که بعد نماز بیا مراجعت کن، این هم بچه همین شرمگین بده است، در همون بیرون 6 تا یک 2-3 برادر همیشه حاضر شدن، گفتن ما کمکش میکنیم. یا تو باشه اگر گفتیم که این برادر احتیاج به طبابت داشته است، میگه آیا شخصای یافت میشون که همون پول طبابتی مرا داده بتونن، من باید در بیمارستان خوب کنم، پول ندارم. اعلام کردیم 2-3 نفر شخص آمد، همون بیمار چه پیدا نکردیم، همه را جواب دادیم، همه رفت میبرویم با در قد کوچه، میگه من همون شخص هستم. همون برادر هفته گفتیم که بیا زودتر بیا، گفتیم خطا خفا نکش. اگر در مسجد شخصای خیرخواه باشن، امکان علاج داشته باشن، برادرای اسلام این مرحمت، این شرایط امکان. کسایی که مثلا زکات در ذمه شو فرض ای، شما نگاه نکنید بسته که کی رمضان میشه زکات مال مون بدین، این نعمت است. وقتی که زکات به مصرف واقعیش میتی به شخصی که حقیقتا احتیاج داره، قسم به خدا این بهترین عبادت است. زیرا که همون آدم هم در حق تو دعا میکنه، هم فضیلت ثواب زکات اونم میوه، هم فضیلت ثواب اون که یک بیمار و رنجور و یک برادر مسلمان دستگیری کرده. خب این در موردی آن بود که شخصی را آزار بده. آزار اساسا یا از دست شخص میوه یا از زبان. در این مورد هفته گذشته ما گفته بودیم حتی آزار زبانی بعضا از آزار دستی بیشتر زیادتر به چشم میخوره. زیرا اگر به دست یک کس آزار بتی در به سود مراجعت میکنه، اگر یگون اکسپرتیز بگذاره قورت میکنه، لوخی به اندکمنده خلاص نمیخری. اما آزار زبانی که دیگه یگون جنایت واری حساب نمیخوره، در بین این مردم آزار زبانی به نهایت زیاد است. دشنام، حقارت، بدگویی، همدیگر را بد کردن،
از همین خاطر گفتم هیچ چیز پاکتر از دل زبان نیست وقتی پاک باشن، تازه باشن، و هیچ چیز پلیتر از دل زبان نیست وقتی که ناپاک باشن. در حدیث آمده است، امام ترمذی روایت میکند از حضرت ابو سعید خدری صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر لسان. هر سحر وقتی که انسان از خواب میخیزه تمام اعضای بدن بالای زبان هجوم میکنن. بعضی حکم به کفر میکنن زبانه، بعضی ملامتش میکنن. تقول اتق الله فینا فانما نحن بک. میگن از خدا بترس ای جوان مرد، ای روی تو ما هم در عذاب گرفتار هستیم. تو سخنای ناجا میگوی ما در آتش میسوزیم. از خدا بترس، در حق ما جور نکن. اعضای بدن به زبان مراجعت میکنن. فإن استقمت استقمنا و این اعوججت اعوججنا. اگر تو درست رفتار باشی ما هم درست کار میشیم، اما اگر تو بدکار باشی ما هم در بلا گرفتار میشیم. اکثری کفر، من چندین بار بیان کردم، اکثری کفر زبانی است. چی بسا آدمایی هستند که کفر به زبان میرونن، عقلشو حتی کار نمیکنه و مستحق آتش جهنم میگردن. در جهنم تمام اعضای بدن جوارح هم میافته. از همین خاطر دیگر اعضای بدن از زبان دائم شکایت میکنن، زبان تکفیر میکنن، خاک در سرت میگن، حق شناس شو، در حق ما جور و ظلم نکن. امام مالک در کتاب الموطأ روایت میکند که بار حضرت عمر نزد ابوبکر صدیق داخل شد، نزد یار غار پیغمبر، صحابی بزرگ پیغمبر. حضرت دید که زبانش برآورده است میپوچه و هو یجبذ لسانه، زبان خچه پوچیده است. حضرت عمر دید گفت مه غفر الله لك، ای کار نکه. گفت خداوند ترم مغفرتت کنه و تو دوست پیغمبر هستی، تو بزرگترین شخص بعد محمد صلی الله علیه و سلم هستی در این امت، این زبان چه قمه پوچی؟ گفت این هذا اوردنی شر الموارد. دائم گفت در بدترین حالت ها همین زبان مرا می اندازه. بعضا داشتش نمیتونم یگان سخن میگم کسی دل آزرده میشوه. از دست همین زبان میگه داد و بیداد که در بدترین کارها همیشه از دست همین زبان گرفتار هستم. ببینه ابوبکر صدیقی که همیشه از دهنش ذکر میبرود، زبانش هم سخنای ناجا میگه. ما و شما که دهن زبانامو مالامال از دشنام و حقارت و غیبت و بدگویی و کینه‌توزی از پروا نداریم، با این زبان هم قبل بزرگی میشماریم که حسابش گمایی. از این خاطر وقتی که سخن میگیم باید قبل اندیشه کنیم آیا همین سخن ما به مورد است، یگان فایده و منفعت دارد برای ما، برای دنیا و آخرت ما؟ اگر داشته باشد چی خوب، اما اگر نداشته باشد بهتر آن است که خاموش باشیم. برای همه آدم پلفته پیکه بدگو خاموشی عبادت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الا اخبركم بایسر العباده و اهونها علی البدن. گفت شما را دلالت کنم به سبکترین عبادت ها، به آسانترینش در بدن. الصمت و حسن الخلق. دو تا از گفت، یکیش خاموشی. خاموشی را پیغمبر عبادت گفته است. زبان از غیبت باز داشتن، زبان از دشنام و حقارت باز داشتن خودش عبادت است. الصمت و حسن الخلق. دومش اخلاقی خوب، اخلاقی نیک که در این موضوع صحبت زیاد کردیم. یک بزرگ میگه بچین شد پیش پیر مرد هوشیار که ما را از حقیقت کن خبردار. یک شخصی زیرک میگه بچین به همین جای مسلمانشین شاید باشه، به همین اویغورستان. یک شخصی میروه نزد یک پیر، یک دانشمند که حقیقت برای من بیان کن که حقیقت چی است، که ما را از حقیقت کن خبردار. جوابش داد آن پیر طریقت که 10 جزء است در معنی حقیقت. گفت حقیقت از 10 قسم عبارت است. بگویم تا اگر نیکو نیوشی
یکی کم گفتن است و 9 خاموشی. اگر گوش کنی گفت من حقیقت برات میگم، همون 10 جز یکیش کم گپ زدن است و 9 دیگرش خاموشی. زی خاموشی است در دستی شهان باز، که بلبل در قفس افتد زی آواز. پادشاه ها شهبازا را در بالای دستاشون میگیرن، در بالای دستی پادشاه ها سیکه کده میروند، برای باز همیشه خاموش ای، زنکش گرفتگی خپه ای. اما بلبل که چه چه میکنه همیشه در روی قفس ای، ایری هم آوازش میگیرن، در قفس محکمش میکنن. اما این در صورتی هسته که سخنی بد باشه، سخنی ناخوب باشه، ناسزا باشه، خاموشی خوب است. اما اگر سخن امر معروف باشد، نهی از منکر باشد، دعوت تبلیغ اسلام باشد، خاموشی قسم به خدا جنایت است. خاموشی در این صورت جنایت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کل کلام ابن آدم علیه لا له. هر سخنی که انسان میگه دشمن انسان است، برزیدش است، به فایدهش نیست. الا امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر الله، مگر 3 چیز که هر قدر زیاد گفته شود به منفعت صاحب شد. یکم امر به معروف، دویم نهی از منکر، سوم ذکر پروردگار. پس دعا زبانهای ما رو با گفتن امر به معروف و نهی از منکر و به ذکر خدا گویا گرداند و از سخنان شنیع، سخنان بد، از غیبت گویی، از دشنام و حقارت کردن ها محفوظ دارد، تا اینکه اخلاق حمیده ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای امت خیش توصیه فرموده است ما و شما نیز داشته باشیم و توسط این اخلاق حمیده و حسنه فردا روز قیامت از رحمت پروردگار و از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار گشته وارد جنت المأوا گردیم. آمین.